این هفته خبر تو خبر داره براتون از ادامه خالیبندی‌های شیخ فری و قمپوزای کروناییش. همه دست به دست هم دادن و الحمدلله شرایط مناسبی رو ما امروز شاهد هستیم، در حالی که ما در همین موجی که ما گرفتارش بودیم اروپا هم گرفتار بود، آمریکا هم گرفتار بود و اونا همچنان در مسیر تصاعد این ویروس و بیماری هستن، هنوز به شکل کنترل و مهار نرسیدن. هفته‌ای که گذشت هفته ساز و دهل آخوندا به مناسبت سالگرد ترکیدن قاسم سلیمانی بود. از جمع کردن بسیجی‌ها برای این جنگولک بازی‌ها شروع شد و با خالیبندی‌هایی مثل این خالیبندی دخترش ادامه پیدا کرد. گفتن که یه چایی برای زینب بیاری، چایی که آبانا به من گفتن چایی با قند میخوری یا با خرما؟ گفتم نه، روی میز ایشون همیشه توت خشک و انجیر خشک و این خیلی دوست داشتن، همیشه بود. من 2-3 تا دونه خوردم از اون. ایشون رفتن لباس پوشیدن که با هم برگردیم خونه، به من گفتن بابا چند تا دونه توت خوردی؟ گفتم نمیدونم، نشمردم. گفت خب به نظر چند تا خوردی؟ گفتم نمیدونم، شاید 3 تا 4 تا 5 تا، نمیدونم. گفت بنویسید اینو به حساب من، چون دخترم خورده من نخوردم. من متعجب شدم، گفتم من از توی اتاق شما برداشتم، نه کسی با اینو برای من گذاشته، نه برای شما. این مال بیت المال، پول بیت المال. بله، قاسم سلیمانی پول توتی که دخترش خورده بود رو حساب میکرد، اما از اون طرف چمدون پول مردم ایران رو میفرستاد برای مزدوران منطقه‌ای عظما. قدرت عجیب مذاکره‌ای داشت. می‌بینی که بارها وزارت خارجه ما بلند شدن رفتن روسیه رو راضی کنه وارد سوریه بشه، نمیومد. حاج قاسم رفت باشه یه جلسه گذاشت روسیه رو کشید تو سوریه. این مذاکره است. شما الان دارید می‌بینید که موارد متعدد آقایون مسئول دولتی صداشون در اومده که حاج قاسم داشت به ما کمک می‌کرد. وزیر بهداشت میگه برای ما دارو می‌آورد. بعد برای اینکه این خطار این رد و نتونن بزنن، این پولا رو با چمدون جابجا می‌کردن. بعد به اینا میگفتن پولشویی. این پاسدار مشنگم اومد از جنگ افروزی‌های قاسم سلیمانی در سوریه تعریف کنه، اما سوت زد و از مخفی کاری‌های رژیم برای کشتار در سوریه پرده برداشت. ما یادمون نمیره، یعنی شما تصور کنید که فضای اون روزا چی بود. امروز ما خیلی راحت میگیم که رفتیم سوریه جنگیدیم، مدافع حرمیم. اون روزا فضایی بود که نمیتونستیم بگیم مدافع حرم. شهدایی که از اونجا میومدن تو دوره‌های اول اصلا میگفتن در مناطق غرب شهید شدن. غرب داریم منظورشون مثلا سوریه هم جز غرب، دروغ نمیگفتن، منتها کتمان میکردن که اینا در کجا شهید شدن. مزدوران عراقی عظما هم که بعد از ترکیدن قاسم سلیمانی بی پدر شدن، تا دلتون بخواد روزه خوندن و از این اراجیف سرهم بندی کردن. آخر ما تحدثت بهم عن الحاج قاسم سليماني قال لي أطلب منك الدعاء، ادعوا لي بالشهادة، أن أقطع إربا هكذا كان يسوي بيده، أن أقطع إربا وهذا رأسي مات، لا يوجد عندي رأس بالشهادة، لا يوجد رأس، لا يوجد جسد، جسدي مقطع. خلاصه اینکه جنازه قاسم سلیمانی رو هر کس از یه طرف میکشه، یه قطعش هم نصیب ممجواد ظریف شده تا سس برجام بهش بماله و اون رو خرج مذاکره جویی کنه. و یک مذاکراتی که آقا دستور داده بودن یا آقا موافقت فرموده بودن که من انجام بدم انجام میدادم. میومدم تهران، از حاج قاسم
مشورت میگرفتم، میرفتم مذاکره میکردم. اینقدر مشورت های حاج قاسم برای من مفید بود، واقعا از کسی دیگه مشورت نمیگرفتم، فقط از حاج قاسم مشورت میگرفتم. اینقدر مشورت های حاج قاسم واسه من مفید بود که یک دوره درخواست کردم از مقام معظم رهبری که اجازه بدین حاج قاسم من بیاد، خود حاج قاسم بیاد تو جلسه و من مطمئنم خیلی موفق تر. کار به جای رسیده که صدای جوجه بسیجیام در اومده و میگن بابا قاسم سلیمانی رو جناحی نکنید. من به نظرم یک ناجوانمردی سیاسیون دارن میکنن. من صبح نشستم نگاه کردم، دیدم از هر حزب و جناح و دسته‌ای یه کاری خواستن در یک سال اخیر بکنن، یه ارجایی به حاج قاسم دادن، یه هزینه‌ای از ایشون کردن، میخوان از صندوق توسعه پول بردارن، میگن حاج قاسم هم برمی‌داشت. میخوان نمیدونم برن کار سیاسی انتخاباتی بکنن، میگن ما رفیق حاج قاسم بودیم. میخوان بگن ما تو مذاکرات مثلا خیلی خوب بودیم، میگن ریزشو به حاج قاسم میگفتیم. میخوان بگن که نمیدونم فلان کار داشتیم انجام میدادیم، مثلا حاج قاسم داشت ما میگفت انجام. یه هزینه این شکلی به نظر حاج قاسم هر هفته جلسه داشتیم. آره یه مصادره مطلوب اینجوری که البته همه این مسخره بازی‌ها و نمایش‌ها برای اینه که عجز نظام از انتقام سخت رو بپوشونن. ببینید این پاسدار سلامی چطوری آسمون و ریسمون رو به هم میبافه تا به بسیجی‌ها بفهمونه که خبری از انتقام سخت نیست. این همون انتقامی است که باید از آمران و قاتلان گرفته بشه. منتها این همونطور که رهبر عزیز ما هم فرمودن اقتضاعات خاص خود رو داره، یعنی اخراج آمریکا از منطقه، یعنی فروپاشی نظام و رژیم صهیونیستی، یعنی آزادسازی سرزمین‌های اشغالی. اما خب اینها هر کدوم شرایط و مختصات خاص خود رو داره. البته از اولم معلوم بود که آخوندا کاری جز هارت و پورت بلد نیستن و ته این ژستا یه چنین وضعیتیه. این یکی هم برای اینکه خیال بسیجی‌ها رو راحت کنه انتقام سخت رو به خود آمریکایی‌ها محول کرد و یه چنین کشکی سابید. و مطمئن باشین حتی از درون خانه شما ممکن است کسانی پیدا بشوند که پاسخ این جنایت شما رو به شما بدن. با این حساب نتیجه که بسیجی‌ها میگیرن اینه که عظما در این زمینه چاره‌ای جز عقب نشینی نداره. یکی از دلایل این زوار در رفتگی عظما در عرصه بین المللی اینه که وضعیت داخلیش در و داغونه و خودشون علیه ولی فقیه خودشون پرچم بلند کردن. ما ادعی داریم که در زمان امام طرفداری از امام میکردن، ولی الان که میرسد پرچم امام را بلند میکنن، در مقابل خلف امام موضع میگیرن. این چه نوع موضع گیری است؟ این چه سبکی است؟ یعنی حرف شنوی این مرغ‌ها بیشتر از بسیجی‌ها و جک و جونورای نظامه. وقتی کار به اینجا میکشه اون وقت آخوندهای دوزاری مجبور میشن به فیلم‌های هندی رو بیارن و درباره محبوبیت عظما تو هند از این خالیا ببندن. میگه در یک سفری رفتم هندوستان، با فرمانده نیروی دریایی جنوب هندوستان دیدار داشتم. فرمانده نیروی دریایی هندوستان کیه؟ یک نظامی سیکه، مسلمونم نیست. منو برد تو اتاق خودش، چند تا جعبه و کارتون برای من آورد، در آورد. او زمان هنوز فلش و اینا نبود، همه ای توی کارتون ها CD بود. گفتم این CD ها چیه؟ گفت اینا همه سخنرانی های رهبر شماست. من تک تک سخنرانی های رهبر شما رو گوش میکنم، به قول مدیران آنالیز میکنم و ازش استفاده میکنم. میدونید چرا؟ چون رهبر شما یک رهبر چند راه بردیه.
رهبر از لحاظ علوم سیاسی وقتی یک رهبر چند راهبرد داشته باشه دشمن و طرف مقابلشو بیچاره میکنه، به اصطلاح شما جوونا آچمزش میکنه، کیشماتش میکنه. این هم تصویری از اقدامات راهبردی عظما و نتیجه اون. مشنگستان این هفته رو با تصویری از تمساح سقط شده نظام یعنی مصباح یزدی شروع میکنیم که فیلم پاچه خاریش از عظما این روزها تو فضای مجازی پر شده. جنگ 8 ساله‌ای که این همه سال آخوندا ازش نون خوردن حالا تبدیل به بلای جونشون شده و آخوندای با عمامه و بی عمامه مجبورن مدام دلیل بتراشن و ادامه جنگ رو اینجوری توجیه کنن. یا سر قضیه صدام جنگ میگن آقا خرمشهر گرفتی چرا ادامه پیدا کرد؟ اگر شما همونجا وای میستادی و تا همین الان صدام بود و هر هفته ممکن بود دوباره حمله کنه. این پاسدار قاسمی هم همیشه در حال آمپر چسبوندنه و جز گلوپاره کردن کار دیگه ازش بر نمیاد. شروع کردن باز 2 مرتبه از همین مدلی که مقام معظم رهبری رو هی نصیحت میکنن آقا جان کرکره بکش پایین، الان وقت مبارزه با آمریکا نیست، الان باید تعامل کنیم، الان شرایط برده، الان وقت بازیه و همه چیزهایی که دروسی که از شیطان در آکادمی هاشون خوندن و حتی دکترا هم به دروغ ها بهشون دادند نصیحت میکنند مولا رو. تهران قم 100 کیلومتر و قریب 100 بیلبورد. چگونه شما طول این مسیر تبلیغات بیلبورد رو از سردر ورودی اتوبان تهران قم دقیقاً نظر به چپ بکنی حرم و بارگاه امام روح الله رو میبینید تا خود قم 100 بیلبورد، یک دونش رو نشون بدید تبلیغ دین و شریعت امام جعفر صادق باشد، یک دونه میتراشم همه رو. اجازه بدید آخر صحبت، اجازه بدید عزیزان. چرا یک دونش بود السلام علیک یا ابا صالح المهدی پیچ تو پیچ نوشته شده بود، ما بقیش از کاسه توالت که زیبا خوشگل سوراخ گشاد نمیم چی اینا تبلیغ شده بود تا سوپرا سامسونگ LG کوف زرنیق. یه روز تبلیغ تصاویر شهدا سردر ورودی قم بود، شکایت کردن، نامه نوشتن به حضرت امام، گفتن آقا جان این تصاویر باعث انحراف راننده میشه و ممکنه تصادف اتفاق بیفته، دستور بدید جمع کنن. امام اون موقع ابلاغ کردن که حالا به راه و ترابری بود، به مسئولین کینا بود که آقا پیگیری کنید اگر واقعا تصاویر شهدا باعث تصادف و صانعه میشه جمع کنید. یک تابلو نشون بدید روش زده باشه اتقوا الله فاذکروا الله اقم الصلاة فی الوقتها، نمیدونم از این آیات روایت اینها. یعنی آیا برای شما به عنوان علمای بزرگ دین که اصل تبلیغ مسئولیتش با شماست مهم نیست؟ سر نمیبرید بالا ببینید؟ اعضای مجلس ولایت یا همون استبل نظام این روزها یا در حال شعر بافی و جفنگویی هستند، نوعی کره چکیده را میماند، حلوای به ته کشیده را میماند. این بودجه و بحث و جدل در این فصل یک آدم رنگ پریده را میماند. و یا اینکه در حال خوردن و شکم چرانی هستند.
مثل این جماعت که بلند شدن رفتن به مشکلات کشاورزا رسیدگی کنن، اما مشغول پرتقال خوری شدن و تازه فرق نارنگی و پرتقال رو هم نمیدونن. پرتقال یا نارنگیه؟ نارنگی. در وصول اگه ما یک ریا معرقه داشتیم هیچ من شخصا موافقه خوش حساب. خب راحت وامش میدی؟ همشهری شما. تو روزگاری که آخوندها آب مقطر رو به اسم واکسن داخلی به ملت تحویل میدن، این پرتقال فروش هم تصمیم گرفته پرتقال‌هاش رو با ویژگی ضد کرونا بودن تبلیغ کنه. پرتقال محلی تیرون 100% شیرین، ضد سرماخوردگی، ضد کووید 19، ضد کووید انگلیسی. با خوردن پرتقال کووید 19 را شکست خواهیم داد. ما میتوانیم. حالا این بابا بزرگ با نمک رو ببینید که نحوه تقسیم بیت المال توسط آخوندهای مفتخور رو اینجوری به نوش نشون میده. امروز میخوام داستان تقسیم بیت المال رو بین مسئولین و مردم رو بهتون نشون بدم. یه پرتقال مال سبا، یه پرتقال مال من، یه پرتقال 2 تا مال سبا، این 2 تا مال من، یه پرتقال با این 2 تا مال سبا، این 3 تا مال من، این یه پرتقال با این 3 تا، این 4 تا مال سبا، 1 2 3 این 4 تا مال من، این یه پرتقال با این 4 تا پرتقال میشه 5 تا پرتقال، این 5 تا مال من سبا خانم. تموم شده. خلاصه این که توی این نظام همه دنبال بخورن و هر کدومشون اموال مردم رو از یک طرف میبرن. حالا که تا اینجا اومدیم سریعا به جدیدترین محصولات نظام در سال جهش تولید بزنیم. از روغن لادن شروع میکنیم که وقتی میریزیش تو برنج تبدیل میشه به گریس لادن. این از روغن لادن که میگن چرا مردم مریض میشن، چرا سرطان میگیرن، چرا ایست قلبی میکنن. این روغنه که مثل گریس شده. نگاه کنین. تمام رنگ برنج نظری بوده، تمام رنگ برنج تغییر کرده، قرمز شده. اینم روغن لادن. لذت طعم واقعی غذا، سرطان واقعی غذا. یادتونه هفته پیش یکی از کارگزاران رژیم گفته بود اگه مردم مرغ نمیخورن برن ماهی بخورن؟ حالا اینم پیشنهاد میده مردم به جای شیر گاو شیر یا دوغ شتر بخورن. با شتر اینقدر مخالفت میکنن؟ چرا گاوداری رو دارن اینقدر توسعه میدن؟ اون گاوی که میره اون علف رو یا اون کنسانتره رو میخوره، توش امگا 3 یک اسید چربه 6 و 9 به وجود میاد، 3 به وجود نمیاد. وقتی 3 به وجود نیومد یعنی امگا 3 وجود نداشت، رگ‌های قلبی بنده میگیره. چه شیرشو بخورم چه گوشتشو بخورم. پس رگ‌های قلبی منوط به این هست که اون امگا 3 وارد بدن من بشه. ولی این امگا 3 تو شیر شتر هست، تو دوغ شتر هست. این هموطنم تجربه خودش از دور زدن تحریما رو با بقیه به اشتراک گذاشته. تحریما رو دور زدیم، علا برکت الله. سیستم گرمایشی استارتمون، اینم برفا کن. بکش تحریما ما رو دور زده. یه موتور برفا کن شده 6,000 تومن، 40 تومن. صنعت خودروسازی داخلی وارد مراحل حساسی شده. آپشن‌های قبلی رو بذارید کنار و این یکی رو ببینید. مشنگستان این هفته رو با این جوجه آخوند اینستاگرامی به پایان میبریم که فهمیده هوا پسه و روزخونی فایده نداره، به همین خاطر به این مسخره بازی ها رو آورده.
ماسک میزنم تا شادی برگرده. ما در تیوی ریش بازجوی خبرنگار دیده بودیم، اما مجری قاتل دیگه خیلی جدید بود. ببینید این مجری تیوی ریش چطوری از کشتار 1500 ایرانی به عنوان لطافت‌های آبان ماه حس میبره. ماجرای حادثه بنزین 96 یا 97 بود اتفاق افتاد. چرا زود جمع شد؟ اونا در صدد یک پروسه بسیار طولانی بودن، با خصوص یعنی کار خدا بود، با لطافت هایی که انجام شد، با برنامه‌ریزی ها این انقلاب زودرس در اومد. اونا دیگه نتونستن کاری بکنن. ما که ما درش آوردیم خودمون یادش میکنیم، خودمون به اونجا میرسونیم که اونا نمیخواستن برسن. پس بنابراین اتفاقاتی که افتاده همه یک نوع دست هدایت خدا در مرحله اول و بعد درایت هایی که در این منطقه به کار گرفته میشه. اینجا هم تریبون آزاد گذاشتن تا بسیجی‌ها رو تبلیغ کنن، اما همه چیز بر سرشون خراب شد و این جوون هموطن حرف دلش رو اینطوری زد. یه شب بنزین 1000 تومان صبح شد 3000 تومان، مردم ریختن بیرون. خب همونو ادامه میدادن الان خیلی وضع بهتر از این بود. همون فرمونو میرفتن، ولی امثال این آقا، امثال این آقا، امثال اون آقا که اون پشت وایساده، خب روبروی ما وایسادن. ما دستمون خالی بود، اینا باتوم داشتن. ما دستمون خالی بود، اینا اسلحه داشتن. در پایان توجه شما رو به حرفهای جالب چند کارشناس ضد کرونا جلب می‌کنیم که حاوی توصیه‌های بسیار مهمیه. کرونا یه جور مریضه، میخواد ویروس کرونا به ما حمله کنه. یه سوت بلند بذاری تو دهنتون، اون سری فرا میکنه. ماسک بزنی، اینجوری کنی و اینجوری ولی بیرون صورتمون رو بشونی، دستمون رو بشونی، بریم خونه غذا رو درست کنیم بابا ایسا بیا. خب بعد دیگه چیکار باید بکنیم؟ رو بوسیدن کنیم، همدیگر بغل نکنیم. اگر دستاتون رو خوب با آب و صابون بشونید، چجوری؟ لای انگشتای پشت، لای انگشته این مچ دست، این مچ و کف دست و اینجوری. بعد تموم. بعدش به فالسه که اگر مجبور شدید برید بیرون، کرم ضد آفتاب و دستکش همراهتون باشه. دستمون رو بشوریم، با ماسک بذاریم، با خونه هیچ که نریم.